بیداد بیدام آمد به هر جا بنگری یک اعتصاب دل های دل عظما در آشوب و عذاب دل آی نسازش کو کنم کارش برای که ساز و کار عظما روی آب بیداد بیداد آباد. آیه دکتر این ساز و کار اتحادیه اروپا چی شد؟ ما هر سازی زدن رقصیم ولی اونا کاری واسمون نکردن. یادم نمیره چقدر ذوق کردم اول امسال که نظام اعلام کرد 2 ماه به اروپا فرصت میدیم که برجام منهای آمریکا رو راه بندازه. اردیبهشت تموم شد، حاجی روحانی گفت زمان اروپا محدوده. ظریف مشنگ هم دوباره گفت اروپا 2 ماه فرصت داره. دوباره توفم کف دستمون نداشتن. تیر ماه شد، عراقچی گفت تا آخر ماه بسته اروپا رو تحویل میدن. تیر تموم شد، گفت یه خورده دیگه میدن. دوباره خبری نشد. گفت تا 13 آبان وقت دارین، بعدش فایده نداره. بازم خبری نشده. من میگم شما به اروپایی حالی کنین این بسته تا نظام هست به درد میخوره ها. بعد از سرنگونی فایده نداره. زبون تو گاز بگی تا هوایی شروع کردن بحثه. نه دکتر، نه منظورم سرنگونی خودشونه. ما که نظاممون مستحکمه ولی الان تو انگلیس و فرانسه کامیوندارا و معلما و کارگر پیمانکاری تو اعتصابن. بحران بیکاری فارغ التحصیلا رو توش موندن. کارگرای نیشکر 7 هیلز و حقوقشون میخوان. بازنشسته و پرستارا و مالباخته هم تو لندن و منچستر و اینا در حال اعتراضن. قیمت دلار هم رسیده به 10,000 پوند. آره مجری چاره استراتژیکیشون هم قاطی کرده پرت و پنا میده که خودش نشونه سرنگونیه. آیه دکتر الان تو نظام از یه طرف آویزون اروپاییم که لطفی بکنه، از اون طرف حسرت به دل روزای خوش کری و اوباما. از اون طرف هم میگیم بریم سراغ شرق که شاید یه چیزی بهمون بماسه. خوبه ها، ولی شارع تو نماز جمعه و اون نه شرقی نه غربی که میگفتیم و این وسط تو مجبوری این چیزا رو یاد بسیجی هم بیاری نشستی سوال کنی یا همینجوری نه خیر میخوام راه حل بدم. من که نمیگم به خاطر 4 تا شعار کشکی خودمون رو بدبخت تر کنیم. میگن یه کمی کار کنیم شارع جدید برای نماز جمعه در بیاریم. این یه طوری شد بالاخره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودن مشنگه سیگاری قهار بود تا اینکه یه روز تو روزنامه یه مقاله خوند که ضررهای سیگار رو گفته بود مجور. خیلی ترسید، تصمیم گرفت دیگه هیچ وقت روزنامه نخونه. روشن شد یا همچی بزنم که بری سراغ روزنامه خوندن. من در مورد بحث نماز جمعه کار کردم. شعارش هم در راستای نرمش قهرمانانه در آوردم. میگه به چین و به روسیه سلامی عرض میکنیم، از انگلیس و آلمان یه پولی قرض میکنیم. منظورم اینه که بالاخره چین و روسیه و اروپا رو جمع میکنیم بذاریم جای خالی آمریکا رو تو برجام پر کنیم. حالا ممکنه بشه کلمات شعارشو کار کرد از اینم قشنگترش کرد. نه اصلا زحمت نکش، از این قشنگتر دیگه هیچکی نمیتونه کار بکنه. ولی سر اینکه اون طرح پر کردن حفره برجامو گفتی، مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن مشنگه دست کشید رو چراغ جادو قوله اومد بیرون گفت سرور من بده بیاد اون فهرست 3 تا آرزوهاتو تا برات انجام بدم. مشنگه گفت اولش یه چرخ محکم، دومیش یه جفت دسته، سومیش هم یه لگن فلزی. قوله گفت من برات میارم ولی خب اینا رو برای چی میخوای؟ گفت میخوام یه فرقون برای خودم بسازم. آیه دکتر خیلی وقته اسم اقتصاد مقاومتی رو کسی تو نظام نمیاره. این دفعه هم که این لاریجانی مشنگه. کدوم لاریجانی مشنگ؟ زیاد داریم لاریجانی مشنگ. دکتر این علی لاریجانی اومد بحث اقتصادی کنه، گفت مقاوم سازی اقتصاد جریان چیه؟ این کلمه اقتصاد مقاومتی مشکلی داره؟ مشکل که خیلی داره ولی مشکلش تو کلمهش نیست، یه جای دیگه شه.
مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن تو اتوبوس پیرزنه از پسره پرسید کجا درس میخونی؟ گفت گرگان مادر جون. گفت ای کرمان؟ پسره گفت نه گرگان. پیرزنه گفت کجای کرمان درس میخونی؟ پسره دید خیلی زایه تو اتوبوس بقید سر کلمه داد بزنه. گفت آره همون کرمان که شما میگین. پیرزنه گفت پس غلط میکنی، از اول هرچی میپرسم میگی گرگان، همه رو گیج میکنی. روشن شد یا برفرستمت جواب پیرزنه رو بدی؟ آقای دکتر برای کارهایی که باید برامون بکنن یه دفتر ناقابلم براش باز نکردن. اروپایی رو میگی؟ آره آخرش هم که راه بیفته تازه میشه نفت در برابر غذا. اون دفعه هم که بعد از کلی دادار و دودور 18 میلیون به اون بخشیدن توی خودشون هم مسخرمون کردن. آیه دکتر بعد سرخر من خب همینه که میگن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن مادره زنگ زد به پسرش گفت ناکس کدوم گوری هستی وقت شب؟ پسره گفت ماما اون طلا فروشیه یادته که از گردنبند طلاش خوشت اومده بود؟ بهت گفتم بالاخره پولامو جمع میکنم برات میخرمش، یه روز اون گردنبند مال تو میشه. مادر لحنش عوض شد. گفت آره مادر به قربونه بره قشنگ یادمه. پسره گفت خب من تو اون جیگرکی بغلیش دارم با رفقا شام میخورم. روشن شد یا برفرستمت با رفقا سراغ آقای جیگرکی؟ دکتر این چین و روسیه و اینا قرار بود کمک کنن ولی بیشتر دارن کولی میگیرن. چی فکر کردی عاشق چه شب روی مقام عثمان که مثلا بیاد مفت مجانی کمک کنن؟ به جیب خودشون نگاه میکنن که اسبدومی کمک به ما رو به جون میخرن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن یارو به رفیقش زنگ زد گفت داری تا سر برج 2 میلیون بابا قرض بدی؟ طرف گفت والا داداش هم تصادف کرده، بابام هم تو کماست. یارو دید این داره مادرش هم میکشه، گوشی رو قطع کرد سری که اقلا جون اون بدبخت بیچاره رو نجات بده. آقای دکتر روشن شد یا من واقعا به این بحث و استنتاج شما اعتراض دارم به اعتراض چیه قربون شما برم الهی؟ مقام من عثمان رو خودمو کشتم میکنی تا یه اون وضعیت بدبخت درست فلک زده که تو کوما پرده رفته میزدم کنار بعدم میگفتم چه میای خبره؟ اینجوری اون نه. وقت